نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، این جانب سیف الرحمن فرزند قاری نقیب الله سادات، قریه کوکنبد، ولایت جوزجان. میخوام سوال جواب های دینی خود را به خوانش بگیرم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، این جانب نصرت الله فرزند قاری نقیب الله سادات، قریه کوکنبد، ولایت جوزجان. من میخواهم سوال جواب های خود را به خوانش بگیرم. سوال: شما پدر و مادر شما را کی آفریده؟ جواب: من پدر و مادرم را الله تعالی آفریده است. سوال: زمین و آسمان ها را کی پیدا کرده؟ این زمین آسمان ها را الله تعالی آفریده است. الله تعالی کیست؟ الله تعالی خالق رازق مالک تمام کائنات است. او هر چی خواهد میکند. الله تعالی از کدام وقت است تا چه وقت می باشد؟ الله تعالی همیشه است و همیشه می باشد. آیا مسلمانند الله تعالی دیگر کسی هست؟ نخیر، مسلمانند الله تعالی هیچ کسی نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده خدا و فرستاده اوست. نام پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ نام پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله است. نام مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ نام مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیبی آمنه است. نام پدرکلان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ نام پدرکلان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب است. آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم والد خود را دیدند؟ نخیر، قبل از تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پدرشان وفات کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در وقت وفات مادرشان چند ساله بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در وقت وفات مادرشان 60 ساله بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کجا تولد شده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سرزمین عربستان در شهر مکه معظمه تولد شده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کدام وقت تولد شده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 12 ربیع الاول عام الفیل موافق 22 اپریل سال 571 عیسوی روز دوشنبه به دنیا آمدند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چند فرزند داشتند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 پسر به نام قاسم، ابراهیم، عبدالله و 4 دختر به نام زینب، رقیه، گلثوم، فاطمه الزهرا داشتند. تعداد و نامهای ازواج مطهرات چیست؟ تعداد ازواج مطهرات که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با ایشان نکاح کردند 11 و نامهایشان این است: خدیجه رضی الله عنه، سوده رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنه، حفصه رضی الله عنه، زینب رضی الله عنه، ام سلمه رضی الله عنه، زینب بنت جحش رضی الله عنه، ام حبیبه رضی الله عنه، صفیه رضی الله عنه، میمونه رضی الله عنه، جوریه رضی الله عنه. آیا بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیگر پیامبر میآید؟ نخیر، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین نبی و پیغمبر هستند و بعد از ایشان تا روز قیامت دیگر پیغمبر و نبی نخواهد مبعوث شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در چند سالگی از دنیا رحلت نموده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عمر 30 سالگی وفات کردند. رسول چه کسی را میگوید؟ انسانی که پیغام الله تعالی را به بندگانش برساند و را رسول میگویند. تعداد پیغمبران چند تا؟ تعداد پیغمبران تقریبا 1,24,000 می باشد. نام اولین پیغمبر چیست؟ نام اولین پیغمبر حضرت آدم علیه السلام. نام آخرین پیغمبر را بگویید. نام آخرین پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. نام های پیغمبران اولوالعزم را بگویید. حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام. فرشته ها کی هستند؟ فرشته ها مخلوق الله هستند که از نور آفریده شده. فرشته ها چه وظیفه دارند؟ فرشته ها مأمور برقراری نظم در امور کائنات می باشد. فرشته ها چه وظیفه دارند؟ فرشته ها مأمور برقراری نظم در امور کائنات می باشد. تعداد فرشته ها چند تاست؟
میکائیل علیه السلام، حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت عزرائیل علیه السلام. فرشته‌ای که سور میدمد چی نام دارد؟ فرشته‌ای که سور میدمد حضرت اسرافیل علیه السلام. قبله فرشته ها چی نام دارد و در کجا است؟ قبله فرشته ها بیت المعمور نام دارد که در آسمان هفتم موازی با بیت الله می باشد. قرآن کریم چگونه کتاب است؟ قرآن کریم افضل ترین و راستترین کتاب الله تعالی است که در آن هیچ شک شبهه نیست. قرآن کریم به کدام زبان نازل شده؟ قرآن کریم به زبان عربی نازل شده. قرآن کریم برای چه کسان از طرف کی به توسط کی به کدام پیامبر نازل قرآن شده؟ کریم برای هدایت تمام بشر از طرف الله تعالی و توسط حضرت جبرائیل علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. حافظ قرآن چه کسی را کسی میگوید؟ که قرآن کریم را مکمل از بر یاد کرده باشد وی را حافظ قرآن می نامد. از توجیهتان بسیار تشکر.